حکومت تاجیکستان برای شهروندان چین 2400 بورسیه یا کوتای دیگری کاری جدا کرد. جایهای کاری با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان جدا شدند و اساساً با متخصصان ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین پیشنهاد می شود. یک قسمت طولانی این لوله از قلمروی تاجیکستان می‌گذرد. اختصاص 2400 بورسیه اضافی کاری برای شهروندان چین در تاجیکستان در حالی است که کشور برای جلب کارگران خارجی در سال روان 7500 بورسیه جدا کرده بود. اکثریت این بورسیه ها را نیز شهروندان چین دریافت می‌کنند. مایانشاه محمدبکوف مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 25 ینور در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت: هر سال میشه با فرمان پرزیدنت جمهوری هر سال کوتا تصدیق میشه. این سال هم سال 2018 تا 7500 نفر شهروند خارجی برای کار پرتاب به جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشه. این مسئول وزارت مهنت میگوید بخش عمده بورسیه های حق کار در تاجیکستان با مهندسان ساحه صنعت کوهی و ساختمانی راه و نقلیات پیشنهاد می شود. اما محمدبکوف میگوید وقتی شرکت های خارجی در تاجیکستان برای جلب متخصصان خارجی درخواست پیشنهاد میکنند، کشور به نوبه خود در نزد آنها شرط میگذارد. او گفت: و یک شرط هم همین است که امروزه که هر یک شهروند خارجی جلب می شود باید که 9 شهروند جمهوری تاجیکستان را به کار تامین کنند. شرطش هم همین است. دولت دادن جزء با تاکید محمدبکوف چند نهاد دولتی با شمول آژانسی مهنت و شغل اهالی و آژانسی مهاجرت اجرا شدن این شرط را در شرکت‌های خارجی میسنجند و در صورت رعایت نشدن طلبات شرکت را مجازات میکنند. تاجیکستان سال تا سال شماره بورسیه‌های حق کار برای شهروندان خارجی را می‌افزاید. کشور سالهای قبلی برای کارگران خارجی 3.5 تا 4000 بورسیه کاری جدا میکرد. با بیشتر شدن سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های چین در تاجیکستان شماره کارگران چینی نیز می‌افزاید. یک شرط معمول چین هنگام سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان نیز جلب کارگران چینی در ساختمان و خریداری حتمی مال و مواد ساختمانی استحصال چین است. تاجیکستان که مشکل کمبود جای کاری دارد و حدود 1 میلیون شهروندش در روسیه و کشورهای دیگر کار می‌جویند، هنگام جلب سرمایه‌های چینی در شرایط سخت قرار می‌گیرد. فعالیت مهندسان و کارگران چینی در ساختمان راه و پل، نقب یا بناها در تاجیکستان منظره نوی نیست. شماره کارگران چینی در کشور طی 10 سال اخیر پیاپی می‌افزاید. این در حالی است که مردم به این تمایل نظری یکسان ندارند. برخی از کاردهندگان و ساکنان عادی از مهنت دوستی و انتظام آهنین چینی ها در اجرای کار ستایش می‌کنند، اما برخی دیگر از آن ناراضی‌اند که جای کار تاجیک ها را تنگ کردند. عبدالظاهر ساعتف یک ساکن ناحیه ورزاب میگوید هنگام ساختمان خط برقی میان دوشنبه خوجند کاردانی چینی ها را دیده قائل شد. او گفت: راهی 500 کیلومتری که وای رفت کل اعلام بودم هوای مثال همو ابد چونه ده همو میگون ده همو تاریسیم. من خودم با چشمام دیدم که مثال ای استالبه با او استالبه با تاریسی میرفت. مثال همینه تاجیکا دیدگی نبودن. این همصحبت ما میگوید با وجود آن که کارگران چینی جایهای کاری را با معاش بلند بند میکنند، اما از آنها کارگران تاجیک میتوانند اصولهای نوی ساختمان و دانشهای جدید را آموزند.